سلام بچه، کبد چرب درمان دارویی خاصی ندارد. بعضی وقتا شما میایید پیش من میگید که من رفتم آزمایش دادم، آزمایش‌های کبدیم بالا بوده، دکتر برام سونار نوشته، سونوگرافی دادم و معلوم شده که کبدم چربه، حالا هر گریدی، و بهم دارو نداده دکتر، گفته برو وزنتو کم کن. بچه‌ها زمانی که من کبدم چرب میشه باید بدونم که کبد چرب 3 تا درمان غیر دارویی داره که این 3 تا رو اگر من انجام بدم التهاب کبدم میخوابه و روز به روز گریدش میاد پایین‌تر و حتی کاملا میتونه پاک بشه اگر به موقع اقدام بکنید. ببینید که 1. من وزنمو باید بیارم پایین، یک کاهش وزن آهسته و پیوسته، یک کاهش وزن ملایم، حتما هم باید ملایم باشه که به کبد فشار نیاد. 2. پیاده روی سبکی یا یه ورزش هوازی سبکی توی برنامه روزانه‌ام، سبک زندگیم میذارم. 3. کاری که میکنم، بعضی از مواد غذایی ثابت شده که ضد التهاب کبد هستن و حتی مکمل هایی برای کبد تولید میشه، شاید شما که کبد چرب دارید دیده باشید، بر مبنای اونها هست. 1. زردچوبه بسیار ضد التهاب، به پاکسازی کبدتون کمک میکنه، حتی به شکل مکمل های کرکمین ممکنه دیده باشیدش. 2. کنگر فرنگی هم یکی از گیاهانیه که بر اساسش دارو برای کبد چرب تولید میشه، مکمل برای کبد چرب تولید میشه. 3. خار مریم یا عرق خار مریم، اینا رو تو برنامه غذاییتون بذارید.